میراث شاهنامه پادشاهی ضحاک بخش چهارم. کاوه مردم را به یاری خواند و چون از جایگاه فریدون آگاه بود با جمعیتی انبوه که بر او گرد آمده بودند نزد او رفت و از او خواست بر ضحاک بتازد و کار او را بسازد. فریدون نزد مادر رفت تا با او ودا کند. مادر گنجی که از شوهر و نیاگانش داشت و نهان کرده بود به فریدون داد. چرم پاره کاوه را که بر سر نیزه بود به گوهرها و حریرهای الوان زینت داد و آن را درفش کاویان نامید و سپس با آن گنج لشکریانی فراهم ساخت و با دو برادر مهتر خود به سوی ضحاک در حرکت آمد. در میان راه پای کوهی برای آسایش و استراحت توقف کرد. دو برادر بر فریدون که از آنان خردتر بود حسد بردند و قصد کردند تا او را تباه سازند. پس سنگی از کوه جدا و به پایین سرازیر کردند تا بر فریدون خفته افتد و او را بکشد. فریدون با تعلیم سروش آن سنگ را در میان راه به افسون از حرکت باز داشت. برادران دانستند که کار وی ایزدی است و فریدون با آنکه از نیت بد برادران آگاهی یافت بر ایشان نگرفت. پس همگان روی به راه نهادند تا به دژ هوختگنگ که مقر سلطنت ضحاک بود برسند. در راه به کنار رود اروند رسیدند و از نگهبان رود کشتی خواستند تا از آب بگذرند. رودبان گفت جز با نامه‌ای به مهر ضحاک مجاز نیست به کسی کشتی دهد. فریدون اندیشه نکرد، با اسب و آب زد و یاران او نیز چنین کردند و از آنجا بیدرنگ به سوی ضحاک تاختند. فریدون به شهر وارد شد. طلسم ضحاک را به نیرو و فر یزدانی باطل کرد و به بارگاه او درآمد و به شبستان او رفت. ضحاک به طلب فریدون سوی هندوستان رفته بود. خواهران جم او را از رفتن ضحاک آگاه ساختند و گفتند که با جادویی ما را با خود یار کرده است. فریدون هر دو را دلداری داد. وکیل ضحاک که مردی امین و وفادار بود و کندرو نام داشت به بارگاه آمد. فریدون را در شبستان دید. خویشتن‌داری کرد و بر فریدون آفرین گفت. فریدون دستور داد بزم شاهی بیاراید. کندرو چنین کرد و چون بامداد شد با شتاب نزد ضحاک رفت و به او خبر داد که جوانی با همراهان بسیار به بارگاه آمده است.